هستن نامرد این کارو میکنند. جوانانی هستن نامرد، مرد این کارو نمیکنه. برای مرد زیبایی نداره که ابروشو نخ بگیره یا از ابروهاشو فرم بده. اینا مرد نیستن، اینا نامردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرین کرد این افرادو. همه این آرایشگری که کارو میکنه، آرایشگرانی که محاسن میتراشند، مورد لعن قرار گرفتن، تغییر خلقت میکنند. آرایشگرانی که ابروی افرادو نخ میگیرن یا صورت مردم نخ میگیرن، لعن شده. لعن نخ گرفتن بر صورت